سلام و درود خدمت دوستان عزیزم، ان شاءالله که حالتون عالی باشه. در خدمتتون هستم با جلسه سوم دوره معامله‌گری به سبک ICT. توی این جلسه میخوایم ببینیم مارکت میکرها هدفشون چیه و چی کار انجام میدن و برای رسیدن به هدفشون توی بازار چه مدلی کار انجام میدن. یعنی دوست دارن نقدینگی‌های کجا رو جمع کنن، نقدینگی معمولا کجا کار میکنه، تو چه تایم فریمایی ما باید چه رفتاری داشته باشیم و مبحث امروزمون داره کم کم وارد فاز معامله‌گری میشه. با من بیایید جلو. اولین نکته‌ای که شما باید در نظر بگیرید اینه که تو چه تایم فریمی قراره کار کنید. قراره پوزیشن تریدینگ کنید، باید تایم فریم‌های ماهانه کار کنید. اگر قراره سوینگ تریدینگ کنید، باید تو تایم فریم‌های هفتگی تایم فریم بزرگتون باشه. اگر تریدر کوتاه مدت هستید، باید تایم فریم روزانه تایم فریمتون باشه و اگر تریدر روزانه و اسکالپر هستید، باید تایم فریم 4 ساعته و ساعتی عملاً تایم فریم بزرگی باشه. این مدلی هم هست. من الان در رابطه با تایم فریم بزرگی صحبت کردم. اگر قرار پوزیشن تریدینگ کنید، تایم فریماتون باید اینجوری باشه. تایم فریم بزرگ باید ماهانه باشه، تایم فریم متوسط باید هفتگی باشه و تایم فریم کوچیکه باید روزانه باشه. یعنی جایی که معامله باز می‌کنید عملاً باید روزانه باشه. اگر سوینگ تریدر هستید، تایم فریمتون باید هفتگی، روزانه و 4 ساعته باشه. یعنی ورودای خودتون رو تو 4 ساعته انجام بدید. اگر تریدر کوتاه مدت هستید، تایم فریمتون باید روزانه، 4 ساعته و 1 ساعته تایم فریم کوچیکتون باشه و اگر اسکالپر هستید، تایم فریمتون اولا میتونه 1 ساعته، 15 دقیقه‌ای و 5 دقیقه‌ای یا 1 دقیقه‌ای باشه. یعنی باید این ترتیب تایم فریم ها رو بدونید که چه مدلی میخوایم کار کنیم. پوزیشن تریدینگ بزرگ، کوچیک، متوسطه چی باید باشه؟ سوینگ تریدر بزرگ، متوسط و کوچیک چی باید باشه؟ اسکالپر دوباره به همین صورت و دی تریدر دوباره به همین صورت. یعنی توی این تایم فریم هایی که عرض کردم خدمتتون باید کار خودمون رو انجام بدیم. توی این اسلاید اومدیم در رابطه با انواع اقسام ستاپ هایی که میتونیم داشته باشیم صحبت کردیم. توی ICT ما چندین و چند مدل ستاپ به شما آموزش میدیم که بر اساس تایم فریمی که کار میکنید، دارایی که کار میکنید و سطح ریسکی که دارید و مدل ترید کردنتون میتونید بین اون ستاپ ها انتخاب کنید. یه مدلی که شما میتونید ترید کنید تریدر روندیه یا مومنتوم تریدر. شما فقط میتونید در جهت روند تایم فریم های هفتگی و ماهانه ترید کنید. یعنی فقط قراره که ما تایم فریم بزرگه رو نگاه کنیم، در جهت اون تریدمون رو باز کنیم. این مثال ترند is your friend. این زمان احتمال برد معاملات بالاتره ولی آر به آرش قطعاً پایین تر میاد. سوینگ تریدر شما قراره تو تایم فریم روزانه کار کنید و پوزیشن های رو بگیرید که ریوارد به ریسک بالایی دارن، ولی گرفتن اونها نیازمند صبر زیادیه، چون توی سوینگ تریدینگ قرار ما زمان زیادی یک معامله اون باز بمونه. دیگه عرض کردم خدمتون هفتگی، روزانه و 4 ساعته میشه تایم فریم های شما توی سوینگ تریدینگ و احتمالاً معاملات شما بیش از یک هفته باز میمونه اگر تو تایم فریم 4 ساعته و روزانه عملا معاملتون رو باز کنید. ترید خلاف جهت یا ریورسال تریدینگ، شما سعی میکنید الگوهای ریورسال و برگشتی توی چارت رو بگیرید. این زمان وقتی شما ریورسال وارد معامله میشید احتمال برد معاملاتتون میاد پایین ولی آربارهایی که این سیستم به شما میده بسیار بالا هستش. تریدر کوتاه مدت، توی این حالت شما رنج های هفتگی رو ترید میکنید و پوزیشنتون رو به مدت 1 تا 5 روز باز نگه میدارید. همه این تعریفایی که دارم عرض میکنم خدمتتون تعریفایی که مایکل داره و چون ما قرار رو مدل اون و ذهنیت اون ترید کنیم، یه بار باید زیرساختای خودمون و زیرساختای فکری خودمون از معامله گری و ترید رو مدل اون بچینیم. ترید روزانه تا ساعت 14 وقت نیویورک معامله بسته میشه. یعنی این دیگه نمیذاره به سشن های دیگه بره. تو همون سشن نیویورک چون خودش آمریکا زندگی میکنه ترید میکنه، میگه تا ساعت 2 دیگه من هرچی معامله باز داشتم میبندم، دیگه معامله باز نگه نمیدارم. حالا چیزی که جالبه، توصیه مایکل اینه که از دی تریدینگ و شورت ترم تریدینگ شروع کنیم که معامله‌گر سریع بتونه فیدبک بگیره و اعتماد به نفسش بره بالا، چون معتقد به اینه که معامله‌گرایی که خیلی زیاد صبر میکنن اونا آدمای حرفه‌ای و با سابقه بازار هستن و یک تریدر آماتور و تازه کار خیلی حوصله نداره که چند ماه معاملش یا چند هفته باز بمونه که
مطمئن بشه به سیستم و استراتژی خودش. پس میتونیم از دی تریدینگ یا تریدر کوتاه مدت استفاده کنیم و توصیه مایکل اینه که سریعتر بتونیم تو بازار فیدبک بگیریم. هر معامله‌گر باید 3 تا تایم فریم داشته باشه. اینجا رو حسابی گوش بدید، خیلی مهمه. هر معامله‌گر باید 3 تا تایم فریم داشته باشه. توی تایم فریم بزرگه ما جهت رو مشخص می‌کنیم. توی تایم فریم وسطی مدیریت معامله خودمون رو انجام میدیم و توی تایم فریم کوچیکه بهترین نقطه ورود و خروج رو عملاً تعیین میکنیم. پس این 3 تا تایم فریم رو باید داشته باشیم و زمانی فقط ما معامله میکنیم که تو تایم فریم بزرگه ما جهت رو مشخص کرده باشیم. یعنی تو تایم فریم بزرگه ما متوجه میشیم که الان باید دنبال چه ستاپی باشیم. میایم تو تایم فریم متوسط معامله‌مون رو مدیریت میکنیم و تو تایم فریم کوچیکه معامله‌مون رو نقطه ورود خروجش و استاپش رو مشخص میکنیم. حالا اینجا میخوایم در رابطه با جریان سفارشات سازمانی و حمایت سازمانی با هم صحبت کنیم. توی اولین قدم مارکت میکر سعی میکنه که حرکات قیمت رو توی بالاترین تایم فریم تعیین کنه. حرکات میتونه به شکل ریورسال، بازگشتی و اکسپنشن باشه. توی قدم دوم مارکت میکر همیشه از سطوحی که توی اونا ورود داشته محافظت میکنه تا وارد ضرر نشه. مثلا مارکت میکر برای بالا نگه داشتن قیمت و پر کردن حجم فروش خودش مقداری پوزیشن خرید باز میکنه. ممکنه این اتفاق به شکل اوردر بلاک دیده بشه. بعد که قیمت به اون ناحیه رسید اوردر بلاک های خرید خودمون رو میبندیم و دوباره قیمت شروع به ریزش میکنه. توی قدم سوم مارکت میکر همیشه سعی میکنه که نقدینگی پشت پیوت ها و سوینگ ها رو از بین ببره. مثلا برای این کار در جهت سعودی میاد نقدینگی زیر سوینگ ها رو جمع میکنه و بالا میبره تا بالای سوینگ های گذشته پوزیشن خودش رو ببنده و تصویه کنه تا سطوح پایینتر رو دوباره بخره. پس نقدینگی های خرید کوتاه مدت در بالای قیمت فعلی بازار که برای خروج از پوزیشن های خرید باید بهشون بفروشیم. شما باید به وضوح دنبال بهترین تایم روز برای ترید باشید. مثلا یک کف روزانه در لندن یا تشکیل کف در سشن نیویورک. مارکت میکر تو خیلی از اوقات در ساعت‌های خاصی از روز حرکات مشخصی داره تا هم باعث ورود نقدینگی به مارکت بشه و هم تریدرها فریب بده تا نقدینگی اونها رو جذب کنه. حالا این توی ستاپ خرید ما توضیح دادیم. میریم توی ستاپ فروش. تعیین حرکات قیمت در بالاترین تایم فریم، حرکت به شکل ریورسال، بازگشتی و اکسپنشن میتونه باشه. حرکت قیمت به سمت محدوده گران فروشی، یعنی وقتی ما ستاپ فروش رو داریم میریم به سمت پریمیوم. حرکت قیمت به سمت محدوده گران فروشی در دوره‌های میان مدت که همون جمع کردن نقدینگیه. نقدینگی های فروش کوتاه مدت در پایین قیمت فعلی بازار که بهترین محل برای خروج از پوزیشن فروشه. شما باید به وضوح دنبال بهترین تایم روز برای ترید باشید. مثلا یک سقف روزانه در لندن یا تشکیل سقف در سشن نیویورک. این مدلیه که ما باید تو بازار کار کنیم. یعنی باید دنبال سقف ها و کف های روزانه باشیم، جاهایی که احساس می‌کنیم مارکت میکر قراره اونجا ورود کنه و نقدینگی بازار رو جمع کنه. روی چارت الان میریم و در رابطه با این مثال ها مفصل با هم دیگه صحبت می‌کنیم. ارادت دارم، خیلی مخلصیم.